به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی با عریضه مرد 33 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که صحنه 22 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 17:20 هنگام در دهه استقلال 4 قرار داشتنش جوانان 20-21 ساله ساکنان امین نوع به یگان اساس را لطکوب نموده، یکی از آنها با کارد در دستش بوده 2 مرتبه به عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی به سلامتیش میبردارد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسانزاده با عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که صحنه 19 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 13:03 شخصان نامعلوم با روی آشکارا از دست پسر نابالغ 17 سالش ساکن همانجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نو را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن همان شهر با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.